چند وقت پیش یه مطلبی میخوندم که انسان‌ها در طول سالهایی که زندگی میکنن، همتون میدونید که ما دوستان زیادی داریم و دوست داریم که اصلا دوستان خیلی زیادتری هم داشته باشیم، ولی هر چند وقت بار ما دوستامون رو عوض میکنیم و توی همین مطلب نوشته شده بود که هر کسی دوستش رو بعد از 7 سال عوض نکرد، اون دوست همیشگی اون فرد خواهد بود. یعنی یک دوستی که بیشتر از 7 سال طول بکشه، اون دوست همیشگی اون فرد خواهد بود. من و شما مثلا الان با اسماعیل 5 سالمون مونده هنوز تا دوست همیشگی. حالا این یه مطلبیه که میخواد اون عمق دوستی رو برسونه، بگه که دوستان ما دوستانی هستن که واقعا وقتهای زیادی باشون میگذرونیم و همیشه با هم هستیم و اونها دوستای همیشگی ما هستن. یک دوستی که پابرجا هستش، یک دوستی که از عمق وجود ما میتونه باشه. ما از این 7 ها زیاد شنیدیم، نه؟ مثلا میگن نمیدونم شراب 7 ساله، نمیدونم سیر 7 ساله، یا یه چیزی خوندم میگفتن که وقتی سیگار رو ترک میکنی بعد از 7 سال دیگه هیچ نیکوتین و هیچ اثری از اون سیگار در زندگی تو وجود نداره. حالا با این چیزها، با این چیزهای علمی 7 ساله کاری ندارم، فقط با این قسمتش کار دارم که دوستانی برای ما باقی میمونن که دوستانی هستن که از دل و جان ما با همدیگه ارتباط داریم و باهاشون صمیمانه میتونیم که با هم صمیمانه ادامه بدیم. ما خیلی وقتا ناچار میشیم که از دوستانمون جدا بشیم. همه ما این اتفاق برامون افتاده. ایران دوستانی داشتیم که ازشون جدا شدیم و مجبور بودیم که این اتفاق برای ما بیفته و اونها رو ول کردیم، ما اومدیم اینجا. ولی خیلی از دوستی هامون رو که اگه توی ایران هم باشن هنوز داریم، با اینکه ازشون دور هستیم، ولی اون محبت، اون احترام، اون دوست داشتن و اون صمیمیت بین ما هنوز وجود داره. من یه دوست صمیمی داشتم که اسمش فرهاد بود. زمان راهنمایی ما صبح همدیگه رو میدیدیم، شب که میخواستیم خونه بریم از همدیگه جدا میشدیم. خیلی عجیب غریب با همدیگه دوست بودیم و خیلی صمیمی بودیم. و بعد از اینکه دوران دبیرستان ما تموم شد و اون رفت سر کار زندگی خودش، من رفتم دانشگاه و کارهای دیگه، خیلی وقت بود که مثلا شاید 20 سالی بود که از همدیگه هیچ خبری نداشتیم. تا اینکه چند ماه پیش دیدم یک نفر توی اینستاگرام به من پیام داده که شما سعید هستید، من فرهاد هستم و اینا، و چقدر خوشحال شدیم که دوباره همدیگه رو تونستیم پیدا کنیم. و میخوام بگم که اون دوستی و اون صمیمیت و اون عمقی که در دوستی ما وجود داشت، اون محبت اولیه ما، اون عشق ما نسبت به همدیگه از بین نرفته بود. خیلی جالب بود، چقدر ذوق زده بودیم که همدیگه رو میتونیم با همدیگه صحبت بکنیم. و الان همه شما یا فکر کردید یا به این فکر بکنید که آیا دوستانی داشتین که به علتها و دلایلی و مشکلاتی که وجود داشته این دوستی بین شما از بین رفته، دلیل‌هایی که باعث شدن که ما از همدیگه جدا بشیم و اون دوستی ها از بین بره. و مطمئنا برای همه ما این اتفاق میفته. من اینها رو گفتم تا به این اشاره کنم که ما انسان‌ها ذاتاً افرادی اجتماعی هستیم. دوست داریم که دور و برمون دوستان زیادی باشن، دوست داریم که افراد زیادی کنار ما باشن، چون اجتماعی هستیم ذاتاً. میخوایم که برای خودمون گروه‌هایی تشکیل بدیم. دوست داریم که این دور و بر ما همیشه شلوغ باشه، ولی متاسفانه این گروه‌ها و این دوستی‌ها بعد از مدتی از هم میپاشه و خیلی جالبه که تو خیلی از این گروه‌ها حضور خداوندم هست. یعنی ما ایمانداران این اتفاقا بود برامون بیشتر میفته. دوستی‌های ما نمیدونم چرا دوام نمیاره، دوستی‌های ما چرا به آخر نمیرسه
و امروز من میخوام این رو بگم که کلام خداوند به ما چی میگه، اصلا خود خداوند از ما چی میخواد، چطور میتونیم که توی این سال و سالهایی که توی ترکیه هستیم این اتحاد و همدلی و دوستی رو در بین خودمون داشته باشیم و اون رو بگم که پیوندهای دوستی خودمون رو محکمتر بکنیم. امروز میخوام یک آیه بخونم از کلام و از اون صحبت کنم. توی کتاب زکریا باب 11 یک آیه‌ای وجود داره که من میخونم. یک آیه هستش، زکریا باب 11 آیه 7. پس من گوسفندان کشتاری یعنی غله ستمدیده را چرانیدم. سپس 2 چوب دستی برای خود برگرفتم، یکی را لطف و دیگری را اتحاد نامیدم و غله را چرانیدم. میگه که 2 تا چوب دستی برداشتم، یکیشو اسمشو گذاشتم لطف، یکی رو اسمشو گذاشتم اتحاد و با اون غله رو چرانیدم. برای چرانیدن غله ها، برای اینکه غله ها گوسفندانش پربارتر باشند و بهتر و آماده تر باشند، از 2 تا چوب دستی استفاده میکنه این شخص زکریا و اولین چوب دستی اون لطف هستش. خدا میخواد به ما بگه که اگر میخوایم که پیروزمندانه به جلو بریم، اگر میخوایم که در کنار همدیگه باشیم، باید توجه خاصی به این لطف و اتحاد داشته باشیم. اگر بخوایم که معنی دقیق‌تر لطف رو ببینیم که چی میگه، باید به ترجمه های دیگری هم سر بزنیم. ترجمه قدیم، ترجمه مژده، ترجمه نمیدونم عصر معاصر، خیلی ترجمه ها هستن. معنی اصلی لطف وقتی که اینجا لطف نوشته شده تو بعضی از ترجمه ها و میشه گفت که معنی اصلیش هم هست رحمت هستش و وقتی که از لطف صحبت میشه رحمت هستن. و من نگاه کردم یه جای دیگه از این به جای لطف نوشته شده گذشت، محبت و بعضی جاها از کلمه فیض هم استفاده شده. ما همیشه نسبت به خداوند گناه کردیم، بدی کردیم، ولی در مقابل خداوند چیکار کرد برای ما؟ عوض همه اینها اومد برای ما محبت کرد. خداوند اومد به ما لطف کرد، به ما مرحمت کرد خداوند و فیض خودش رو به ما بخشید. توی اعمال رسولان باب 15 آیه 14 یه آیه‌ای هست میگه شمعون بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار غیر یهودیان را مورد لطف خود قرار داد. ما هممون غیر یهودیان هستیم. داره اشاره میکنه که چطور خداوند ما غیر یهودیان را مورد لطف خودش قرار داد و از میان اونها قومی برای خود برگزیده است. به صراحت داره میگه که خداوند غیر یهودی هم یعنی ماها رو مورد لطف خودش قرار داده، ماها رو مورد محبت خودش قرار داده، ما رو برگزیده. ولی ما در عوض چیکار میکنیم؟ راحت قلب خداوند رو میشکنیم، راحت نسبت به خداوند بدی میکنیم، خیلی راحت به خداوند خیلی جاها پشت میکنیم. ولی میدونید ذات خداوند چیه؟ ذات خداوند محبته. ولی خداوند با ذات خودش، با اون چیزی که در درون خودش وجود داره، با ما داره رفتار میکنه. ذات خداوند چیه؟ ذات خداوند محبته. ما در اعمالمون، در گفتارمون، در رفتارمون، در کردارمون، توی این افکاری که در ماها وجود داره، خیلی وقتا اشتباه میکنیم. ولی خداوند داره به ما محبت میکنه، داره به ما لطف میکنه و داره به ما نزدیک میشه و هیچ وقت ما رو رها نمیکنه
و ببینید خداوند توی ملاکی چی میگه. ملاکی باب 3 آیه 6: من که خداوند هستم تغییر نمی کنم. از همین روز که شما ای فرزندان یعقوب هلاک نشده اید. با اینکه این آیات قبلش هم بخونید اگه توی ملاکی 3، با اینکه مشخص خداوند از انسانها ناراحته، از اون چیزی که آفریده ناراحته، ولی میگه ذات من نمیتونه تغییر پیدا کنه. ذات خداوند چیه؟ محبته. میگه ذات من تغییر نمی کنم. از همین روز که شما فرزندان یعقوب هلاک نشده اید. این محبت من، این ذاتی که در من وجود داره و اون محبت هستش، باعث میشه که به هلاک شما فکر نکنم. این باعث میشه که من به شما محبت بکنم و شما از محبت من برخوردار باشید. اگر قرار بود خداوند ما رو داوری کنه، واقعا هممون باید هلاک میشدیم، ولی ذات خداوند این کار انجام نمیده و اجازه نمیده این اتفاق بیفته. خداوند به ما میگه که اگر شما تیمی باشید، اگر گروهی باشید، اگر کلیسایی باشید و بخواید که در کنار همدیگه ادامه بدید، اولین چیزی که در بین شما وجود داره لطف هستش. اولین چیزی که بین شما باید وجود داشته باشه رحمت و محبت هستش که باید وجود dاشته باشه. باید نسبت به همدیگه بخشش و فیض داشته باشید. باید نسبت به همدیگه لطف داشته باشید، محبت داشته باشید، رحمت داشته باشید. و هیچ رابطه‌ای بدون رحمت عزیزان، بدون لطف ادامه نخواهد داشت. ببین خداوند توی کتاب متی این رو به ما یاد میده. توی انجیل متی باب 9 آیه 13 میگه بروید، از این آیه رو به یاد داشته باشید همیشه، بروید و مفهوم این کلام رو درک کنید. میگه برید مفهوم این کلام رو درک کنید. این چیزی که میخوام بهتون بگم که رحمت را میپسندم نه قربانی را. خدا من میگه من رحمت رو میپسندم نه قربانی رو، زیرا من نیامدم تا پارسایان بلکه گناهکاران را دعوت کنم. برید این کلام رو درک کنید که من رحمت رو دوست دارم، نه اینکه هی بیاید برای من قربانی انجام بدید. ولی همه ما دقیقاً برعکس این آیه توی این دنیا زندگی میکنیم. ما قربانی رو دوست داریم، نه؟ من رحمت رو زیاد دوست نداریم، ما قربانی رو دوست داریم. ما یه کاری برای کسی انجام میدیم، میگیم که در عوضش باید قربانی انجام بدی. من با موتور اومدم دنباله، تو باید با ماشین بیای دنبالم. من فلان چیز توی فلان چیز یه خدمتی برات کردم، تو باید 2 برابر این کار رو انجام بدی، باید قربانی بدی به. اصلا رحمتی بین ما وجود نداره خیلی وقتا، نه اینکه همیشه. ما باید اینو یاد بگیریم که خداوند از ما رحمت میخواد، خداوند از ما محبت میخواد، خداوند از ما لطف میخواد. ما باید یاد بگیریم که افراد دیگر رو مورد محبت خودمون قرار بدیم. یاد بگیریم که قربانی ها رو کمتر بکنیم و قربانی نخواهیم از مردم. ما باید یاد بگیریم که در روح با دیگران رفاقت داشته باشیم. ما باید یاد بگیریم وقتی از کسی ناراحت هستیم، برای دوستمون، برای همگروهیمون، برای همکلیساییمون، برای شوهرمون، برای همسرمون، برای زنمون دعا بکنیم. ما باید یاد بگیریم که رحمت خودمون رو در روح به دیگران نشان بدیم. عوض این که من اینو یه بار دیگه گفتم، عوض این که 4 نفری بشینیم پشت سر یک نفر غیبت بکنیم، چه خوبه که این 4 نفری بشینیم براش دعا بکنیم. چقدر فرق میکنه این موضوع؟ وقتی که یک جایی هستیم 5 نفر، به جای اینکه در مورد یک نفر صحبت بشه و غیبت بشه، خیلی خوبه که برای اون نفر بگیم که بیاین براش دعا بکنیم. و این یعنی نشان دادن رحمت ما به اون شخص، یعنی نشان دادن لطف ما به اون شخص. به این میگن گذشت و فداکاری.
خداوند میگه من از شما نسبت به خودم، نسبت به دیگران رحمت میخوام، نه قربانی. خداوند میگه که از طریق لطف و رحمت و محبت همه شما رو در خودم جمع کردم. واقعا خداوند از طریق رحمت خودش، لطف خودش همه ما رو در خودش جمع کرده و شما هم باید این رو یاد بگیرید که از طریق رحمت و لطف همدیگر رو پیش همدیگه نگه دارید، برای همدیگه بمونید. وقتی عیسی رو بر صلیب کشیدن چی کار کرد؟ واقعا گفت که خداوند اینها رو ببخش، واقعا نمیدونن چی کار میکنن. این یک الگوی مناسب برای ماست، یک رفتار مناسب برای اینکه ما یاد بگیریم که چطور رفتار بکنیم با مردم، نه اینکه منتظر بمونیم کسی برای ما کاری انجام داد یا ما برای کسی کاری انجام دادیم اون هم برای ما در عوضش کاری انجام بده. من فکر میکنم که نباید منتظر باشیم، ما باید کار خودمون رو به جلو ببریم، نباید منتظر قربانی از طرف دیگه باشیم. ما وظیفه خودمون که لطف کردن هست رو باید انجام بدیم. و در مورد لطف میخوام این رو بگم، ما همیشه باید کنار همدیگه باشیم، نه اینکه با یک اشتباه یک نفر یا حتی چندین اشتباه یک نفر همدیگه رو ترک بکنیم. شاید کسی عمدی یا غیر عمدی یه بدی در حق ما بکنه، دنبال این نباشیم که تلافی بکنیم. خواهش میکنم دنبال این نباشید که تلافی بکنید، بلکه دنبال این باشیم که بهش محبت بکنیم. اگه این رفتار رو یاد بگیریم هیچ وقت از همدیگه جدا نخواهیم شد، بلکه دوستانی خواهیم بود که سالهای سال به وجود همدیگر افتخار خواهیم کرد. اما دوم چوب دستی که در اینجا اشاره میکنه بهش اتحاد هستش. اتحاد به اولی که رحمت و محبت و لطف هستش کاملا مرتبطه، چون اگر نسبت به همدیگه لطف و محبتی وجود نداشته باشه مطمئنا هیچ اتحادی وجود نخواهد داشت. اصلا نمیشه که محبت و صلح و دوستی نباشه و در اونجا اتحاد باشه، خیر ممکنه. توی کولوسیان باب 2 آیه 2 میگه تا دلگرم شده در محبت متحد گردن، در محبت متحد گردن. اگر محبتی وجود نداشته باشه متحد بودنی وجود نداره. وقتی که این اتفاق میفته در با محبت در هم متحد میشن یه اتفاق خیلی بزرگ میفته و از همه غنای فهم و درک کامل برخوردار گشته راز خدا یعنی مسیح را بشناسن. یکی از رازهایی که توی زندگی ما وجود داره شناختن عیسی مسیح دیگه، نه؟ و برای این موضوع، این رازی که خداوند قرار داده یعنی مسیح، برای این موضوع میگه که در محبت متحد گردید. نمیشه، بعضی وقتا این اتفاقات نمیفته توی کلیساها، همه از همدیگه ناراحت هستن، همه دلخور هستن، همه پشت سر همدیگه صحبت میکنن، هیچ اتحادی وجود نداره. پس اتحاد ما باید در چی باشه؟ در محبت، در لطف و در رحمت. اتحاد ما باید در اینها باشه. زمانی که در لطف و محبت و صمیمیت اتحاد داشته باشیم به راز خدا یعنی عیسی مسیح پی خواهیم بود. در اتحادی که ما رازهای خداوند رو میدونیم، اون عمقهای خداوند رو بهش وارد میشیم. در اتحادی که ما توی فکرمون، توی درکمون بیشتر رشد خواهیم کرد. توی اتحاد هست که نبردهای سخت رو پیروز خواهیم شد. کلام میگه که 2 از 1 بهتر است. خیلی جاها اشاره میکنه. کلام میگه 2 از 1 بهتره.
عیسی برای مأموریت‌های خودش 2 به 2 میفرستاد. هیچ کس رو ته نمیفرست. تک نمیفرستاد. عیسی 2 به 2 میفرستاد. یعنی عیسی یه چیزی میدونست دیگه. عیسی قدرت اتحاد رو میدونست. میدونست که 1 از 2 2 از 1 بهتره. عیسی میگه هر جا که 2 یا چند نفر جمع بشن من در اونجا حضور خواهم داشت. معنی اتحاد رو عیسی مسیح خیلی خوب میدونه و خیلی جاها به این اشاره میکنه. آقا 2 یا چند نفر باشید من در اونجا حضور دارم. دعاهای شخصی ما به خودمون ربط داره ها. یه چیز دیگه است برای خودمون. این صحبت باعث نمیشه که ما دعاهای شخصیمون رو از یاد ببریم. اون یه موضوع دیگه است. عیسی مسیح میخواد که در اتحاد ما کنار همدیگه باشیم، نه منفعل باشیم، نه اینکه تک باشیم، نه اینکه فکر بکنیم تنهایی میتونیم کارهای خودمون رو انجام بدیم. عیسی مسیح خودش همیشه با جمع بود. دقت کردید کلام رو میخونید؟ عیسی مسیح چه زمانهایی تنها بود؟ وقتی که میرفت دعا بکنه. فقط زمانهایی با از جمع جدا میشد که میرفت در حضور خداوند و میخواست دعا بکنه. بقیه جاها همیشه توی جمع بود. پس خیلی خوبه که ما هم یاد بگیریم که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم. اگر امروز عیسی رو میشناسیم، اگر امروز در کلیسا جمع میشیم و داریم از عیسی صحبت میکنیم، از کلام عیسی صحبت میکنیم، از محبت خداوند صحبت میکنیم، اینها همش عزیزان حاصل اتحاد ایمانداران اولیه است. اگر ایمانداران اولیه پولس و یوحنا و یعقوب و هر کسی که بود اگر با همدیگه اتحاد نداشتن، با همدیگه جمع نمی شدن، امروز هیچ کلیسایی وجود نداشت. شاید نام عیسی هم از بین رفته بود. توی اعمال باب 2 چند آیه هست میخوام براتون بخونم، از آیات 42 تا 47. زندگی مشترک ایمانداران. آنها خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا می‌کردند. اما بهت و حیرت بر همه مستولی شده بود و عجایب و آیات بسیار به دست رسولان به ظهور می‌رسید. در می‌زنند زیاست. مؤمنان همه با هم سر می‌بردند و در همه چیز شریک بودند. املاک و اموال خود را می‌فروختند و بهای آن را به حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم می‌کردند. ایشان هر روز یک دل در معبد گرد می‌آمدند و در خانه‌های خود نیز نان را پاره می‌کردند. با خوشی و صفای دل با هم خوراک می‌خوردند و خدا را هم می‌گفتند. تمامی خلق ایشان را عزیز می‌داشتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان می‌افزود. حالا یه موضع خودش خاص خودش رو داره. اتحاد اینها ببین چه کارهایی میکنه. آخرش که از همش جالبتر، اتحاد اینها باعث میشد که هر روزه نجات یافتگان به جمعشون اضافه میشد. اگه پولس میرفت اونور میگفت که من خودم برای خودم میشینم، من خودم تعالیم خودم رو دارم، پتروس میرفت برای خودش، یوحنا میرفت برای خودش، آیا کلیسای وجود داشت واقعا؟ کلیسا جاییه که جمع ایمانداران هستش. کلیسا جاییه که در اتحاد در اون جمع میشن. کلیسا جایی هست که در اتحاد همه با هم خدا رو میپرستن. خدای تکی وجود نداره. خدای تکی برای خودمونه. در اتحاده که نام خدا بزرگ میشه. در اتحاده که هر روز نجات یافتگان به جمع ما اضافه میشن. و چقدر مثال ها و آیاتی که به اتحاد و همدلی اشاره میکنه توی کلام. عزیزان بیاین این رو یاد بگیریم که همه با هم یک دل باشیم. بیاین که با همدیگه اتحاد داشته باشیم. دنبال نقطه ضعف های همدیگه نباشیم. نقطه ضعف های همدیگه رو به رخ همدیگه نکشیم.
بلکه با رحمت و لطف به همدیگه توی اتحاد و یکدلی باشیم و نقاط ضعف همدیگر رو پوشش بدیم. شاید من یک نقطه ضعفی داشته باشم و علی که داره خوابش میاد بتونه اون نقطه ضعف رو برای من پوشش بده در اتحاد وقتی که برای با من هستش. شاید علی یک نقطه ضعفی داشته باشه، عیسی بتونه اون نقطه ضعف رو پوشش بده وقتی که در کنارش هستش. ما خیلی وقتا میتونیم که نقاط ضعف همدیگر رو پوشش بدیم. امروز من و همسرم وقتی که در کنار هم هستیم میتونیم که نقاط ضعف خودمون رو پوشش بدیم. اگر از هم جدا باشیم، اگر با هم همدل نباشیم، اگر با هم متحد نباشیم، اون موقع است که ما شکست خواهیم خورد. پس عزیزان، عیسی مسیح روی صلیب جانش رو داد تا از طریق جسم او همه ما در یک بدن شریک بشیم، همه ما در یک بدن اتحاد داشته باشیم و اون هم عیسی مسیح هستش. کلیسا بدن عیسی مسیح هستش. توی کلیسا هست که ما این بدن با همدیگه پیوند میخوره. یک آیه میخونم و تموم میکنم. اونو روشن میکنه رضا جان. پولس در اول قرنتیان باب 1 آیه 10. اول قرنتیان باب 1 آیه 10. این چنین می نویسه: ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما تمنا دارم که با هم توافق داشته باشید. در میان شما تفرقه نباشد، بلکه در اندیشه و رأی با هم متحد باشید. این چیزیه که پولس به قرنتیان میگه و من هم امروز میخوام به شما بگم این رو از زبان پولس، که واقعا از شما میخوام که با هم توافق داشته باشید. اینطوری هست که این کلیسا میتونه جلو بره، کلام خداوند تو این کلیسا میتونه جلو بره. آمین. با هم دعا کنیم. شما دعا میکنیم، پرده رو زحمت میکشید. بعد از دعا شکرگزار تو هستیم خداوندا برای کلام تو، برای کلام زنده تو. ای خداوندا مرسی برای این جمعی که وجود داره و کسانی که امروز نیستن و این اتحاد و همدلی رو تو در میان ما گذاشتی. خداوندا تو اجازه دادی که همچون برادر و خواهر همدیگر رو محبت بکنیم، دوست داشته باشیم و این از فیض توست برای ما. این از محبتی است که از تو برای ما سرچشمه گرفته. شاید ای خداوندا بعضی جاها ناراحت باشیم، دلخور باشیم، ولی محبت ما به دوستانمون ابدی هست ای خداوندا، چون این رو تو از ما میخوای و کلام تو این رو به ما میگه که با همدیگه یک دل و یک رأی باشید. ای خداوندا این اجازه رو بده به ما، این رو به ما یاد بده که در سختی هامون، در مشکلاتمون، در درد هامون بتونیم که کنار همدیگه باشیم. ای خداوندا با هم در مورد کلام تو یک دل باشیم، همدل باشیم ای خداوندا و یک رأی باشیم. کلام تو یکی هست ای خداوندا. اون چیزی که از کلام تو بیرون میاد برای همه ما هستش و برای پیشرفت ما ای خداوندا. دعا میکنم که تو این روزهای خداوندا حضور تو بیشتر و بیشتر در ما، در کلیسای ما، در همه اعضای اون باشه خداوندا و این محبت تو و لطف توی خداوندا در ما قرار بگیره. در نام مسیح آمین. عزیزان با هم دیگه پرستش بکنیم و به حضور